به نام خدا. امروز شنبه 12 اسفند ماه 1402 و 2 مارچ 2024 هست. تحلیل روزانه بازارهای مالی رو با هم دیگه به بررسی خواهیم پرداخت. بدون فوت وقت بریم و بیایم تحلیل امروز بیت کوین، تتر، شاخص کل بورس، طلای 18 ایار و سکه رو با هم دیگه آغاز بکنیم. بسیار خوب دوستان، قبل از اینکه بحث رو شروع بکنیم من کانال تلگرام عمومیمون رو بهتون معرفی میکنم. لینکش رو در قسمت کامنت ها گذاشتم. آیدی پیج این اینستاگرام هست، میتونید فالو بکنید. در قسمت کامنت ها این میکائیل هاشمی دوتالی دوئن رو الان میتونید ویدیو رو پاز بکنید، یه عبارت رو تو قسمت ذره‌بین تلگرام سرچ بکنید میاد بالا. لینک این تحلیل ها و آپدیت یک سری از تحلیل ها رو در تلگرام براتون قرار میدیم. جزو واجبات هم تلگرام و هم یوتیوب هست. خب بیاین سراغ بیت کوین. در تایم فریم روزانه از هرامن الشمس هست که روندی که بیت کوین فعلا داره صعودی هست و تمایل گرایش بازار بیشتر به سمت پایین، به سمت بالا هست و بیشتر دوست داره که صعود انجام بده. الان به محدوده عرضه‌ای رسیدیم که به خاطر تعطیلات شنبه و یک شنبه می‌بینید که معاملات رنج شده و بازار در حال بیس ساختن و یک محدوده‌ای هستش که در اصل داره عرضه و تقاضا با هم دیگه برابره و نمیتونه حرکات‌های خاصی رو انجام بده. داره کندل‌های مثبت میخوره، منفی میخوره، مثبت میخوره، منفی میخوره و شاید اوج گرفتن یا فرود قیمتی خیلی خاصی رو در مارکت نیستیم. اما محدوده عرضه در واقع میشه گفتش که عدد $61,000 که شکسته شده، به نظر ما میتونه در واقع این صعود به سمت تارگت عددی 64,100 تا $66,400 پیشروی بکنه و بعد از اونجا بخواد یک برگشت قیمتی صورت بگیره. این حالا نکته‌ای هستش که ما در موردش صحبت می‌کنیم. توجه بکنید که ما وقتی که در مورد حالا بازگشت صحبت می‌کنیم صرفاً تمایل اون به خرید کردن هست. یعنی تمایل و گرایشمون بیشتر به این هستش که بخوایم خرید در مارکت انجام بدیم و نه اینکه بخوایم فروشی رو در واقع بگیریم. این حالا جزو چیزی هستش که من میخوام بهتون اعلام بکنم. من اینجا تایم فریم هفتگی رو اضافه میکنم چون به دردم میخوره. خب پس جمع‌بندی که اگه بخوایم فعلا روی روند داشته باشیم این هستش که قیمت بیت کوین، من این RSI رو بیارم پایین‌تر، این سفید دیده نمیشه. خب اینجاست. چیزی که حالا مشخص هست در تایم فریم حالا ویکلی هم میتونیم ببینیم کاملا گاردی که در مارکت هست صعودیه و جنس حرکات از جنس روند صعودیه و ما دوست داریم که در قیمت‌های پایین‌تر خرید بیت کوین رو انجام بدیم تا اینکه بخوایم بالاهاش رو در واقع بفروشیم. این جزو واجبات و میشه گفت اصل‌های ضروری تحلیل ما هستش. اگر بیایم تو تایم فریم 4 ساعته، توی تایم فریم 4 ساعت هم همونطور که می‌بینید جهت فلش هامون به سمت بالا. تحلیل اون نسبت به دیروز اتفاق خاصی نیفتاده چون دقیقاً دیروز هم همین جاها بودیم و الان هم همون محدوده رو حفظ کردیم و می‌بینیم که حرکت نه ریزشین و نه اوج گرفتن خاصی اتفاق نیفتاده. بیشتر دوست داریم که پایین بزنه، پاییناش رو بخریم تا اینکه بخواد بالا بزنه و بالاش رو بفروشیم. اگر هم میایم محدوده عرضه رو به بالا رو مشخص می‌کنیم صرفاً جهت این هستش که یک تحلیلی بزنیم که از کجا میتونه برگرده که بخوایم محدوده‌هاش رو در واقع پاییناش رو خوب بخریم. پس اگر قصد خرید کردن داریم باید بررسی قیمت روی عدد 57,400 تا 55,700 صورت بگیره حداقل. در غیر این صورت تا زمانی که بالای این الگو باشیم رسیدن به و زدن تارگت قبلیمون عدد $64,000 دور از ذهن نیست و میتونیم این سقف رو بزنیم و بیایم به سمت محدوده 64,100 تا 66,400 دلار. این در مورد روند بیت کوین. بیایم سراغ دلار یا تتر. همونطور که مشاهده می‌فرمایید روندی که در واقع این ارز کشور ما
مدت هاست در پیش گرفته، روندی که داره روندی کاملا صعودی هست و ما در واقع بیشتر تمایل و گرایشی که داریم این هستش که بخوایم پاییناش رو بخریم تا اینکه بالاش رو بفروشیم. اما نکته جالبی که در موردش صحبت میخوایم بکنیم این قسمت هست. حالا نمیدونم چرا صرافیات گیر میکنن یه ذره باشون ور میریم، متاسفانه این جزء باگای قضیه است. اون سری هم گیر کرد، من باید این موضوع عذرخواهی میکنم، ولی خب خداشو سیوشو داریم. خب توی تایم فریم 4 ساعته از تحلیل دیروزمون گفتیم که زیر 58200 اگر تثبیت بده یا شکست بده و بعد یه همچین شکست ساختاری رو بزنی روند نزولی میتونه بشه. در غیر این صورت هر اتفاقی خارج از این میتونه باعث بشه که قیمت رو به بالا حرکت بکنه که میبینید دقیقاً این اتفاق هم افتاد و به سمت بالا حرکت کرد. من این کفه رو میام یه مقدار تغییرش میدم و بعد 58000 تومان میرسونمش و اینم سیف کنم و میگم که حالا قیمت بیت کوین تا قیمت دلار تا زمانی که زیر 58000 تومان نیاد روند صعودی میتونه ادامه داشته باشه و ما صعود داشته باشیم به سمت اعداد بالاتر، یعنی به سمت 58900 تا 60700 تومان پیشروی داشته باشیم. توجه به این موضوع داشته باشید که این عدد 58900 تا 60700 تومان سقف تاریخی دلار دیگه که اگر شکسته بشه احتمالاً بازارساز و بانک مرکزی واکنششون میده، شروع میکنن به ارزپاشی کردن، ولی تو برگشت و پولبکش خوراک خرید کردنه. این رو الگوهای خوب شروع کنیم پله پله بخریم، چون احتمالاً قرار رالیای جدید سعودیمون از اون رشدایی که یهویی همه چی اتفاق میفته و 40-50% قیمت ارز رشد میکنه و بازارهای موازی رشد میکنن رو شاهد باشیم. بنابراین اینجاهاش برای من ارزش خرید کردن نداره و تمایل دارم که اصلا بیاد سقف 60700 تومان سقف قبلی رو این رو بزنه بریزه، توی ریزش شروع کنیم جمع آوری کردن. درسته که الان داریم میگیم روند صعودی و روند رو به رشد، چون علائمی از بازگشت رو نگرفتیم، ولی توجه داشته باشید ما روی این صعود احتمالی که قراره تا اینجا بکنه ریسک نمی کنیم. ریسکش برای من زیاده، خارج از استراتژی تحلیل منه. یا باید پایین بزنه یا سقفو بزنه دوباره بریزه پایینشو بخریم. توجه کردید؟ پس یه جمع‌بندی روی دلار رو سعودی میبینم تا زمانی که زیر 58000 دلار این چیزهایی که بهتون گفتم شکست ساختار و تغییر موضع بازار رقم نخوره. این در مورد دلار. بیایم سراغ شاخص کل بورس چه اتفاقی براش رقم خورد. توجه داشته باشید بچه‌ها، من با این که این کندل خیلی قوی هست ولی نسبت به شک دارم و ریسک نمی کنم روش. توجه، این حالا استراتژی من هست و باید یک سری علائم دیگه ای رو ببینم، راستیتش باید ببینم و بعد بخوام در موردش نظر بدم که آقا اینجا شما بخرم یا بفروشم چی کارش بکنم. من نسبت به شاخص کل علیرغم اینکه حالا روندش صعودی هست ولی اینجاهاش رو با توجه به در واقع میشه گفتش که حالا گپ ها رو هم دونه دونه پر کرده، ولی نکته ای که هستش تریگر ورود من رو فعال نکرده و به محدودهای خوبی برای خرید من نرسیده. من اینجاهاشو ریسک نمی کنم. چرا؟ چون فقط اومده یه حرکت و یه کندل پرقدرت سعودی زده. این گپی که اینجا زده بعداً اگه بخواد پر بشه که نمیدونی، شاید رو کندلای بعدی، شاید تو 5 تا کندل بعدی بخواد پر شه، منجر به ریزش شدید میشه و میتونه مجددا کف قبلی رو بزنه. پس من یه همچین حالتی رو براش در نظر میگیرم، میگم آقا این اگر قرار باشه رشد بکنه بیاد بالا و بعد دوباره ادامه مسیر رو بیاد پایین. اینجاهاش برای من ارزنده نیست و روش ترید نمی کنم به هیچ عنوان. پس شاخص کل بورس رو هم جهت فلشش رو یعنی همچه حالتی در نظر میگیرم. این که حالا به این محدوده الزام برسه رو کاری ندارم و صرفا دارم میگم آقا رو به بالا حرکت میکنه، دوباره احتمالاً قرار باشه بریزه، یا اینکه یک سری اتفاقاتی بیفته که بعداً آپدیت میکنم و بهتون میگم که میتونید روی اونجا یک پله ریسک خرید بکنید و استفاده بفرمایید. ولی اینجاش رو من بهتون توصیه به خرید نمیکنم که فومو بشید الان برید فلان سهم رو بخرید.
نه، اجازه بازار بهتون فرصت میده، فرصت ورود میده، نگران این قضیه نباشید. بیایم سراغ طلای 18 عیار چه میکنه. طلای 18 عیار یه اتفاقی که افتاده توی حالا رهاورد 365 یه سقف تاریخی داشتش، ببینید تقریبا این عدد بود، عددشو بذارم، تقریبا 3,022,000 تومان بود. اوکی، و دیگه مابقی قیمت ها زیر این عدد بود. توی معاملاتی که الان داشتیم این سقف شکسته شد بچه ها، ناکنین 3,022,000 با عدد 3,026,000 تومان شکسته شد و انتظار داریم که با شکستش معامله گرهای خیلی زیادی خروج بکنن و سیو سود بکنن و عرضه بانک مرکزی شاید اون بحث عرضه سکه و اینها اثرگذار باشه، حتی رو طلای 18 عیار باعث بشه یه عقبگرد قیمتی داشته باشیم، ولی چیزی از موضع سعودی ما کم نمیکنه. توجه کردید موضع ما همچنان سعودیه و پاییناشو میخریم. روی این سقف دچار فومو نمیشه، میخوایم ورود بکنیم. این رو توی سکه هم دیدید دیگه، ببینید توی سکه بهتون گفتم زیر عدد 32,900 بیاد و یه تغییر ساختار این چنینی بده، روند نزولی میشه. در غیر این صورت روند سعودیه و میتونه سقف سبز رنگو بزنه که ببینید روی کندل امروز دقیقاً همین اتفاق افتاد و خوشبختانه سقف، خوشبختانه که به لحاظ اینکه تحلیلمون درست بود، 34,580,000 تومان هم حالا روی این سکه طرح جدید بانک ملت شکسته شد و این میتونه این شکسته این سقف ها یه مقدار عرضه رو زیاد بکنه، بنابراین رو به پایین ممکنه که بخواد یک نوسان و یک حرکتی رو انجام بده و من اینو حالا این خط قرمزم پاک میکنم، این سبزارم میذارم باشه، اینم سیو میکنم. بنابراین بیاین یه مروری بکنیم با هم دیگه. بیت کوین فعلا سعودی تا زمانی که بالای این الگوی هست باشه فعلا سعودی هست و میتونیم حتی سقف 64,000 دلار رو هم بزنه. این در مورد بیت کوین. در مورد دلار فعلا سعودی، علائمی از چرخش بازگشت روند نیامده تا زمانی که بالای کف 58,000 تومان باشیم. شاخص کل بورس اصلاحی که داره انجام میده نباید شما رو دچار فومو بکنه، بگید که من عقب افتادم برم فلان سهم رو الان بخرم. من خودم الان عقب افتادم، این لگو رو نگرفتم، سهمایی که از قبل دارم الزاما حالا یا ضررش رو کمتر شده یا رفته تو سود، اینجا هیچ سبدی اضافه نکردم، پس اجازه میدن که بالا بزنه بریزه تو قیمت‌های پایین‌تر یا اینکه تریگر جدیدی به اون بده که بخوایم ورود بکنیم، حجم اضافه بکنیم. طلای 18 عیار سقف تاریخیش رو زده و ممکنه که بخواد حالا یک برگشت و یک عقبگردی رو داشته باشه، اینجاش خرید کردن نداره. سکه هم دقیقاً مثل طلا روند درسته که سعودیه، ولی به دلیل اینکه سقف زده و در مهد عرضه هست جذابیت نداره اینجاهاش راستیتش برای خرید کردن. کلا ما تو بازارهای مالی دوست داریم تو مناطق کم ریسک بخریم یا بفروشیم و ورود انجام بدیم. شما وقتی که میذاری قیمت حرکت خودش رو انجام میده دیگه اونجاش برای من جذابیت نداره. ترجیح میدم جایی بخرم که همه دارن میفروشن و همه دارن میترسن، جایی بفروشم که همه دارن میخرن و طمع میکنن. این استراتژی خیلی از ثروتمندانی مثل وارن بافت هستش. امیدوارم که از این تحلیل استفاده کرده باشید. با توجه به اینکه تایم ویدیو مو مقدار تغییر کرد، هر روز ساعت 12 بود ولی امروز طول کشید، عذرخواهی میکنم، ولی تا جایی که بشه بقیه روزها این روال و رقال رو هر روز ساعت 12 ظهر تحلیل خدمتتون آپدیت میشه. عضویت در تلگرام فراموش نشه. فعلا خدا نگهدار.